در این ویدیو یاد میگیرید که چطور این مدل انیمیشن های وایرال رو به سادگی بسازید و در شبکه‌های اجتماعی به نمایش بذارید. برای ساخت این انیمیشن ابتدا وارد چت جی پی تی شدم. براش پرامپت نوشتم تو متخصص ساخت انیمیشن هستی. میخوام یه انیمیشن 10 ثانیه‌ای از کارهایی که یک خانم در خانه انجام میده بسازم. چند تا ایده بهم بده. که اینجا چند تا ایده برای من به ترتیب نوشت. ایده ها رو من میتونم بخونم، از بینشون هر کدوم که خوشم اومد به عنوان ایده ساخت انیمیشن انتخاب بکنم. خودشم آخرش اومده پیشنهاد داده که نوشته پیشنهاد من برای ساخت با AI ایده 2 یا 4 بهترین گزینه‌اند، چون تغییرات تصویری واضح دارن و در 10 ثانیه میتوانند خیلی چشمگیر شوند. بعدش اومدم براش نوشتم که بهترین سبک ساخت انیمیشن برای ایده 2 رو پیشنهاد بده. که اینجا اومد سبک پیشنهادیشو نوشت و بعد هم درباره‌اش توضیح داد که چرا این سبک مناسبه. بعدش هم نوشت که اگه بخواهی میتونم همین ایده رو به یک استوری بورد دقیق 10 ثانیه شاد به شاد تبدیل کنم. براش نوشتم که استوری بورد رو برای ساخت انیمیشن 9 در 16 بساز. که اینجا این استوری بورد رو برای من ساخت. اینو از این قسمت سیوش میکنیم که بعد از روش ویدیو بسازیم. برای چت جی پی تی نوشتم که ویدیو پرامپتش رو بنویس. که اینجا ویدیو پرامپتش رو هم برای من نوشت. حالا میتونیم اینو کپی کنیم و بریم از روش ویدیو بسازیم. شما هم به همین ترتیب میتونید پرامپت ایده‌تون رو به دست بیارید. برای ساخت ویدیو از سایت doula.com استفاده کردم. از این قسمت لوگین رو انتخاب میکنید و بعد اینجا کانتینیو ویت گوگل رو میزنیم. با یه جیمیل وارد سایت میشیم. از این قسمت کانتینیو رو انتخاب میکنیم. وقتی که اولین بار وارد سایت میشید از شما تاریخ تولد میخواد که باید به میلادی وارد کنید. البته لازم نیست که تاریخ دقیق تولدتون باشه، تاریخ فرضی رو میتونید اینجا وارد کنید. اینجا نکست رو میزنید و بعد وارد سایت میشیم. از این قسمت پایین کرییت ویدیو رو انتخاب میکنیم و بعد اینجا هم که مدل هست رو میزنیم روی سیدنس 2.5. اینجا هم که 5 ثانیه یا 10 ثانیه است که من 10 ثانیه رو انتخاب کردم. این قسمت هم که سایز ویدیومونه. اینجا به علاوه رو میزنیم و استوری بوردمون رو آپلودش میکنیم. و بعد ویدیو پرامپتیو که از چت جی پی تی گرفتیم اونو هم در این قسمت وارد میکنیم. و بعد این فلش رو به بالا رو که آبی رنگ هست رو میزنیم. مدت زمانی که طول میکشه ویدیوهای شما ساخته بشه بستگی به شلوغی سرورها داره. یه بار میاد میبینی که ویدیوتون در عرض 2 دقیقه ساخته شد، یه بار هم میبینی که تا 20-25 دقیقه هم ممکنه طول بکشه که شما میتونید حالا استوری بورد و پرامپتتون رو بفرستید بعد بیاید ویدیوتون رو ببینید. که اینجا الان این انیمیشن رو بعد از 5 دقیقه برای ما ساخت. که میتونیم دانلودش کنیم و استفاده کنیم. به همین راحتی شما میتونید انیمیشن مورد نظر خودتون رو بسازید و در شبکه‌های اجتماعی به نمایش بذارید. چند تا ویدیوهای دیگه هم من با ایمیل های دیگه هم با همین سایت ساختم که در ادامه مشاهده میکنید. در ویدیوهای بعدی روش‌های دیگه ساخت انیمیشن با هوش مصنوعی آموزش داده میشه. اگه به این موضوعات علاقمند هستید کانال ما رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو هم لایک کنید. تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.